توی روانشناسی میگن که اگه بخوای یه هویت جدیدی از خودت بسازی، یه تصویر جدیدی از خودت داشته باشی، باید با رفتارهای کوچیک شروع کنی، نه با فکر کردن به یه آدم جدید، به رفتارهایی که هر روز انجامش میدی و با تکرار کردنشون میتونی کم کم اون تصویری که از خودت داری رو عوضش کنی به یه تصویری که تو رو رشد میده. یه سری اطلاعات از قبل داشتم، یه سری اطلاعات دیگر رو از چت جی پی تی گرفتم و اینا رو با هم دیگه ترکیبش کردم. این شد که یه مدل 3 هفته‌ای رو میخوام شروع کنم، یعنی یه برنامه‌ای که توی 3 هفته کم کم کامل میشه. خب من 3 تا اولویت اصلی دارم. یکی این که برم دانشگاه و درس بخونم، دوم این که دنبال کار بگردم و کار پیدا کنم و بعدش هم که کار پیدا کردم بعد کار کنم و سوم این که زبان آلمانی بخونم. حالا اینا به کنار یه سری کارهای دیگه هم هستش، مثل ضبط همین ویدیوها و آپلود کردنش، مثلا خرید رفتن، کارهای اداری رو انجام دادن و حتی یه بیرون رفتن ساده با دوستام. باید یه تعادلی بین اینا برقرار کنم. قرار نیستش که من یهو بخوام همه اینا رو با هم دیگه شروع کنم و بخوام تعادل داشته باشم بین همشون. هفته اول فقط صرف این میشه که من یه روتین بسازم، یعنی بگم که من هر روز قراره که سر این ساعت بیدار شم، بعد که بیدار شدم مدیتیشن کنم و قبل از اینکه بخوام بخوابم بعد برنامه فردامو بنویسم، بعد ژورنالینگ کنم و اینکه سر فلان ساعت بخوابم. یه کار دیگه ای هم که بعد انجام بدم، میخوام که هر کاری که انجام میدم و با ساعت بنویسم، یعنی مثلا بگم که از این ساعت تا این ساعت نهار خوردم، از این ساعت تا این ساعت مثلا تو سوشال مدیا بودم، از این ساعت تا این ساعت سر کلاس بودم و قرار نیستش که خودم رو مجبور کنم به انجام دادن کاری که مهمه. فقط میخوام ببینم که زمانم کجا میره، فقط میخوام به یه آگاهی برسم. حالا هفته دوم میخوام به اون هویتی که میخوام بسازم، اون تصویری که میخوام از خودم داشته باشم و از نو میخوام بسازمش، بعد یکم بهش شکل بدم. یعنی یه سری از کارهایی که برام اولویت دارن و باید به صورت اجباری توی برنامه‌ام قرار بدم. مثلا بگم که حداقل من روزی 2 ساعت رو باید درس بخونم، یا روزی نیم ساعت حداقل باید دنبال کار بگردم، رزومه بفرستم، یا اینکه مثلا توی مصاحبه شرکت کنم. هفته سوم دیگه اون هویتی که ساختم، اون تصویر ذهنیمو باید تثبیتش کنم. یعنی بگم که خب من باید دیگه زبان آلمانی هم اضافه کنم به برنامه‌ام و همچنین اون مقدار درس خوندنم هم بیشتر میکنم، یا مقداری که دنبال کار میگردم و بیشتر میکنم. روتینم هم که حفظ کردم، پس به اون برنامه‌ای که تو ذهنم داشتم دیگه به صورت کامل رسیدم و همینو هفته‌های مختلف ادامهش میدم و هر هفته نگاه میکنم ببینم که چه چیزی رو بهتره عوضش کنم. یه سری قلقا یاد میگیرم، مثلا یاد میگیرم که خب روتینم این شکلی باشه بهتره. یه سری هر هفته یه سری تغییرات بهش میدم تا کم کم به مرور این هویت جدید، این تصویر جدید ساخته میشه. حالا میخوام این برنامه رو از فردا که وسط هفته هم هست شروع کنم و 1 هفته انجامش بدم. بعد از اینکه 1 هفته تموم شد، میام یه ویدیو از خودم میذارم و تجربیاتمو با شما به اشتراک میذارم. بعضی وقتا یه سری از برنامه‌های ما فقط روی کاغذ شاید عملی باشن و خیلی فرق میکنه وقتی میخوای تو زندگی واقعی اونا رو اجراشون کنی، ولی میخوام که امتحانش کنم. امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه و اگه دلتون میخواد که یه تصویر جدیدی از خودتون بسازید و یه جور دیگه، اونجوری که دلتون میخواد بخواید زندگی کنید، از این برنامه استفاده کنید و براتون موثر باشه.